من رفتم اسید سولفوریک خریدم، وسط راه افتاد از موتور ترکید روش پیاده. آخ دستماله رو نگاه چیکار کرده، دستمال رو نگاه چیکار کرده. میبینید که واه به. سلام، خیلی خوش اومدین به یه دونه دیگه از ویدیوهای من. اول از همه باید تشکر کنم ازتون، ما 1000 تایی شدیم، بالاخره قفل شکستیم، تونستیم به 1000 تا سابسکرایب برسیم. بدون مقدمه برم سر اصل مطلب. تو این قسمت قراره با این مس، ورقای مس، ما سعی کنیم که آبکاری کنیم. این قطعه پلاستیکیمون رو میخوایم آبکاری کنیم و مسیش کنیم. بریم ببینیم چطوری انجام میشه. خب دوستان، من یه مقدار جامع‌تر توضیح بدم بهتون. کاری که قراره بکنیم اینه که اول از همه ما نیاز داریم به سولفات مس. من رفتم سولفات مس بخرم، به من گفتن همون کات کبوده. حالا انشالله که درست باشه. ما باید از این کات کبود توی آب حل کنیم، بریزیم داخل این و این ورق مسیمون رو، یه تیکه کوچیکش رو وصل کنیم به یک پایه مثبت برق و قطعمون رو وصل کنیم به یک پایه منفی و داخل اون محلولمون قوطه ور کنیم. اتفاقی که میفته اینه یونهای این مس یونیزه میشن، داخل محلول حرکت میکنن و میرن میچسبن به این پایه منفی. حالا مهمترین چیزی که هست این پلاستیکه و رسانه جریان الکتریسیته نیست. حالا من میخوام چیکار کنم که این رسانه بشه؟ یه سری ماده های رسانه هست توی بازار، از اینا استفاده میکنم برای تعمیر کنترل های تلویزیون. اون پایه زیرش، زیر اون پلاستیک سیلیکونیش که رسانهش از بین میره بعد یه مدت، با این محلولا میزنن بهش و سعی میکنن رسانه‌اش کنن. حالا ما میخوایم بریم تست کنیم، ببینیم که آیا میتونیم با این مایع این پلاستیکمون رو رسانه کنیم و کلا میتونیم این کار رو انجام بدیم یا نه. یه چیز دیگه که ما بهش نیاز داریم اسید سولفوریکه. حالا این اسید سولفوریک من چرا این شکلیه؟ بچه‌ها بعضیا توی این اینستاگرام شاید دیده باشم، من رفتم اسید سولفوریک خریدم، وسط راه افتاد از موتور ترکید و اینقدرشو تونستم توی یه بطری شیشه‌ای کنم و با خودم بیارم. خیلی هم خطرناکه، دستای منو در آن واحد سیاه کرد و سوزوند، حالا چند اینجا تاول زد و چند روزم هست دستام میسوزه. خیلی مایه خطرناکیه. از این نمیدونم چیه، از این قطره چکونم گرفتم با این بچکونم توش. از قیمت ها بخوام براتون بگم، این کات کبود رو گرفتم 250 تومن که خیلی گرونه. تو اینترنت 100 گرمش بود 90 تومن. این ورق مسی 20x30 با ضخامت فکر کنم 0.2 رو گرفتم 300,000 تومن. این مایه های رسانا رو ببینید، مارکش هم ATA، اینا رو خریدم 90 تومن و این اسید سولفوریک هم 1 لیتریش بود 250,000 تومن که این 400-500 میلی لیتره. حالا اول از همه ما باید ترکیبمون رو در بیاریم. ترکیبمون 100 گرم مس سولفات یا همون کات کبودی که من گرفتم، 50 گرم اسید سولفوریک و 1 لیتر آب مقطر. خب الان این صفره، ما نیاز داریم به آب. یه مقدار کمی توش آب میریزم، 200 تا. باقیش رو میخوام آب جوش بریزم تا دمامون بیاد بالاتر، کات کبوده راحت تر حل شه. تا اینجا شد چقدر؟ 450 گرم. حالا کات کبود رو داخلش میریزم.
حالا با چی هم بزنم؟ خب ما 1 لیتر آب داشتیم، 100 گرم هم کات کبود ریختیم توش، بعد بشه 1 کیلو 100 گرم. حالا 20 گرم بیشتر شد. حالا میرسیم به مرحله خطرناکش. بچه‌ها این اسید سولفوریک خیلی قویه. من با دستمال کاغذی اومدم پاکش کنم، دستمال کاغذی رو سیاه کرد و خیلی خطرناکه. شما مثل من نباشید، شماها با دستکش کارتون انجام بدین. الان باید برسونیمش به 1,170. خب مثل اینکه اینجوری نمیشه و باید به روش اصولی تری بریزیم. 76 زیادم شد. کار کاملا اصولیه، کاملا. نگاه چیکارش کرد دستون کاغذی رو. یه ذره دیگه بگذره این سیاه میشه. نگاش کن، خیلی خطرناکه. شما اصلا اینجوری باش رفتار نکنید. من پروفسورم، دکترم برای خودم، ولی شما اصلا این کارو نکنید، خطرناکه. به دستامون هم نگرفته یا گرفته. تو مرحله بعدی من میخوام اینو یک سنباده بزنم تا سطحش صافتر شه. سنباده هم خریدم. سنباده بزنم تا سطحش صافتر شه، بعد با الکل یه دستمال روش بکشم چربی زدایی شه و این محلولمون رو روش پیاده. آخ دستماله رو نگاه چیکار کرده. دستمال رو نگاه چیکار کرده. اینجا یه دونه نمیدونم براش هم برام گذاشتن. براش قلمون اینو من میخوام همینجوری بچکونم روش ببینم چی میشه. خب حالا باید بذاریم بین نیم ساعت تا 1 ساعت این خوش بشه. من برای اینکه سرعت ببخشم به کار، آره. خب بچه‌ها من یه 2-3 دست اینو مواد زدم بهش و الان میخوام که مقاومتش رو بسنجم ببینم که آیا این رسانا هست یا نه. و میبینید که بله. خب آقا 1.2 کیلو اوم تقریبا. من توی اینترنت سرچ کردم زیر 5-6 اوم اوکیه. کیلو اوم. حالا این اوکیه. بریم مرحله بعدی. حالا میتونید مثل من یه تیکه سیم مسی بردارید و لختش کنید. مسی رو لختش کنید، نه رونالدو. تو چقدر نمک. یه پارچه نمک. خب حالا باید سعی کنیم که به این بدنه قطعمون اتصالش بدیم. من سعی میکنم همه جا بچرخونمش تا از همه جا اتصال داشته باشه. خب فکر کنم خوبه. حالا برای سیممون، سیم
برقمون، من میخوام یه دونه از این آداپتورای گوشی که 5 ولته آره 5 ولت 1 آمپره بردارم و یه کابل شارژ اینو وسط بچینم، سیم مثبت منفیشو وردارم بدم به اینا. مثبت به مثبت، منفی به منفی. درسته. چرا این داره کم میشه؟ چرا اینجوریه؟ آها. از این ور شده. مثبت به مثبت، منفی به من 5 ولت. حله. حالا 2 تا سوسماری هم ور میداریم. یه تیکه از اینم باید ببرم، فکر کنم یه 5 سانتش کافی باشه. سوسماری رو حالا اینو میذارم داخل محلول، لبش رو تا میکنم و سوسماری رو میبندم بهش. این یکی سرشم وصل میکنیم به خط امون و بسم الله ببینیم که چی از آب در میاد. اینو من میدونم که باید شما یه مدت طولانی بذارید همین تو بمونه. پس من دوربین رو میذارم رو 3 پایه، یه تایم لپس میگیرم از اینکه ببینیم چه شکلی میشه. یه 5 دقیقه گذشته و من یه چیزای ریزی دارم میبینم. آها، اینجا پایین چشمو نگاه، اینا نگاه، این تیکه هایی که اتصال برقراره، میبینید این ریزه، اینا داره یه مقدار مس به خودش. اینجوری خیلی طول میکشه، فکر کنم باید 1 ساعت بذاریم توش بمونه. بچه‌ها من به جای این آداپتور 5 ولت 1 آمپر یه دونه آداپتور 12 ولت 2 آمپر رو وصل کردم و میبینید که واه به داره کامل میشه. این فکر کنم نیم ساعت تا 1 ساعت دیگه تکمیل بشه. بچه‌ها من یه دونه دیگه از این ورقا اضافه کردم و وصلش کردم به برق. بعد از گذشت فکر می‌کنم نیم ساعت 40 دقیقه به اینجا کشیده. احتمالاً یه نیم ساعت دیگه کامل شه. البته دارم میبینم اینجا پوسته شده و این خوب نیستش. حالا یه نیم ساعت دیگه بهش فرصت میدیم ببینیم چطور میشه. بچه‌ها 1-2 ساعتی گذشته و مدل ما 99.99% کامل شده. این پشتشو من دیدم کامل نشده، ولی خب بیشتر از این نمیتونم وایسم. تا همین جای کار کافیه. میبینید یه مقدارم پوست شده. اینو من سعی میکنم درش بیارم سالم. این رشته سیما یه مقدار خشک شدن. من سعی میکنم اینو سالم در بیارم، خشکش میکنم، نشونتون میدم. این بلاییه که سر ورقای مس اومده توی محلول، اونم خیلی سولفات جمع نشده و بالاخره این مدل ما. من خیلی دوست داشتم که اینو سنباده بزنم، پولیشش بدم و براقش کنم، منتها میبینید که پوست شده. آره
مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. کانال رو ساب کنید و ویدیو رو لایک کنید. اگه سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید، من جوابتون رو میدم. بازم ممنونم. تا یه هفته دیگه. فعلا خدافظ. آقا من اینو خیلی تستی دلم خواست یه سنباده بهش بزنم. نگاه چه خوشگل میشه. براق. اگه اصولی تر این کار رو انجام میدادم و میذاشتم توی ولتاژهای پایین 7-8 ساعت بمونه، پوسه نمیشد، چون من ولتاژم بالا بود اینطوری شد. اگه شما خواستی انجام بدین تو همون ولتاژ پایین 4-5 ولت با آمپراژ کمتر، نیم آمپر مثلا، بذارید 7-8 ساعت بمونه دیگه. اینطوری مثل مال من پوسه نمیشه، ولی خیلی خوشگل و نرم و جیگر میشه.